4 مورد مهم برای تبلیغات مشتری ساز. اگر میخواین از تبلیغاتان مشتریان عالی بیاید، این 4 مورد در تبلیغاتتان مراعات کنین. مورد اول جذاب بودن تبلیغ است. اگر ما تبلیغات جور میکنیم باید جذاب باشه، چون تبلیغات بسیار زیاد است. اگر تبلیغات ما جذاب نباشه کسی توجه نمیکنه. بعد از این که جذاب بود، مورد دوم ادعا کردن است. ما باید ادعا کنیم که در بخش ما بهترین هستیم، در این بخش فوق العاده هستیم. به طور مثال ما ادعا میکنیم دوستایی که در دوره های خاص ما اشتراک میکنن درآمدشون 2 برابر میشه حداقل. و مورد سوم اثبات ادعا است. باید ادعایی که کردین حالا ثابت بسازین. اکثریت ادعا میکنن که کار مالی است، اما او کس موفق میشه که ثابت ساخته بتانه. و یکی از مواردی که ما میتونیم ثابت بسازیم نظریات مشتریان راضی ماست. به طور مثال من میایم وقتی که میگم من درآمد دوستا را 2 برابر میسازم، صدها نفر است که نزد ما آموزش دیده درآمدش 2 برابر شده. حالا اگر نظریش ما بگذارم یعنی اثبات میکنم. و شما همچنان نظریات مشتریان راضی خود را بگذارید در مورد سوم. مورد چهارم دعوت به اقدام یا کال تو اکشن است. دوست خوبه، هر تبلیغ باید در آخر خود کال تو اکشن داشته باشه. یعنی چگونه امر شما در ارتباط شود، چگونه امر شما تماس بگیره. وقتی که ابتدا تبلیغ شما جذاب است، بعد از آن ادعا میکنین که کارتان عالی است، بعد از آن مورد سوم ثابت میسازین و در مورد چهارم راه ارتباط با خود میگوین. اینجا مشتری مخاطب با شما در ارتباط میشه و از محصولات شما استفاده میکنه و تبلیغاتتان مشتری ساز میشه. بخیر سلامت باشین. اگر آماده هستین از این 4 مورد در تبلیغاتتان استفاده کنین، در کامنت بنویسین که من استفاده میکنم و منتظر ویدیوهای جذاب بعدی دیگر باشید. الله نگهدارتان و سلام.